خب سلام به همه. میدونیم که همه این فیلم رو برای این جستجو کردن که بدونین داستان فرسام یا تیرسام دختر رشتی یا آتوسا چیه، مشخصه در هر کدوم از اونا چیه، داستان دستگیری اونا چی شد، آتوسا متأهل بود یا مجرد، فیلم کامل تیرسام از کجا گیر بیاریم و بقیه چیزا. اول از همه که یه سری خبرها پخش شده که آتوسا خودکشی کرده. اصلا به نظر خودتون جنده وقتی فیلمش پخش بشه ناراحت میشه؟ اتفاقا مشتریاش زیاد شده و همین دو شب پیش تو ویلا پارتی گرفتن و آتوسا با 3-4 نفر رابطه داشته. ولی فکر کنم یه نفر که اتون ادعا کنه من 4 نفر حریفم همین خود آتوساست. ولی تو دعوا نه، رو تو شک. بعد جای دار که این قضیه اینه که بعضیا که این فیلمو دیدن توییت زدن که از این پسری که توی عکس میبینین خوششون اومده. جدی چه اینقدر لاشی پسندین؟ الان مثلا این بیاد شما رو ول کنه بره یکی دیگه رو بگیره خوشتون میاد؟ داخل چرا خودتون میخواین. این هم که آتوسای ما در کنار شوهرشه که یکی از نزدیکاشون گفته 1376 تا سکه مهر دختره کرده و 3 نفر همزمان مفتی ترتیبشو دادن. حالا باید 80 میلیارد تومان براش پول بده. واقعا عجیبه. خب دیگه میدونم که همه منتظر اینجا بودین که برای دیدن فیلم کامل فورسام آتوسا کانال رو سابسکرایب کنین و اسکرین شاتی که سابسکرایب کردین رو داخل تلگرام به آیدی زیر ویدیو ارسال کنین تا فیلم رو براتون بفرستم. خب دیگه این جوان بدبختی هم که دارین توی فیلم میبینین، البته بدبخت که نه دیگه، حالشو کرده. تو سال 2022 قهرمان قایقرانی کشور بوده که الان هم دیگه سوژه فیلم های ملت شده. خب عاملین انتشار کلیپ نامعترفه در گیلان هم که بازداشت شدن. 3 نفر از افراد اقدام به انتشار تصاویر مبتذل از خود کرده بودن و 2 نفر دیگر هم در ثبت و انتشار تصاویر مشارکت داشتن. خب میگین 3 نفر که یکیش آتوسا بوده، ولی نه، آتوسا جزو اینا نبوده و اونو حتی مثلا بازداشت هم نکرده بودن که ازش بپرسن چی شده، چه اتفاقی افتاده. اون اصلا هیچی، کلا کارش رد شده و رفته و فقط اون 3 تا جوانی که توی فیلم بودن رو بازداشتشون کردن. بله دیگه کاشف به عمل اومد که این فردی هم که دارین تو عکس میبینین زن داشته و حدود چند ساله بوده که ازدواج کرده بوده، ولی دیگه بازم دلش خواسته و رفته یه فیلمی از خودش گرفته. ولی اولین اعتراف از پرونده ابتذال تو رشت هم این بود که این دختر یا همون آتوسا حدود 2 میلیارد تومان از اونا باج گرفته بوده که فیلمو منتشر نکنه، ولی وقتی که دیگه کارش از کار گذشته فیلمو منتشر کرده و